بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی در قسمت 53 این برنامه. در قسمت های گذشته با بیان ابواب نماز و بیان صفت خواندن نماز یا بیان چگونگی نماز که نماز که از تکبیر تحریمه شروع میشه و با گفتن السلام علیکم خاتمه میابه، هر رکنی از این ارکان نماز یا هر بخشی از این بخشهای نماز چگونه باید ادا شود، این را در چند قسمتی گذشته در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم که تکبیر تحریمه مثلا چه رقم باید گفته شود و چه حکم داره، و بلند کردن دستها در وقت تکبیر تحریمه چه حکم داره، و همچنین در وقت رفتن به رکوع و در وقت بلند شدن از رکوع، و همچنین بیان دعای استفتاح که بعد از تکبیر تحریمه خوانده میشه و گفتن اعوذ بالله و بسم الله و خواندن سوره فاتحه و همچنین ضم سوره و بعد از او رفتن به رکوع و اینکه در رکوع چه دعا باید خوانده شود و از بلند شدن از رکوع چه دعا باید خوانده شود، و همچنین رفتن به سجده و تکبیرات انتقال و اینکه در سجده کدام دعا باید خوانده شود. این احکام را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چند قسمتی از قسمت‌های گذشته این برنامه خدمت شما تقدیم کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه امو مطلب سابق است، ادامه قسمتی گذشته که در مورد سجده است و بیان احکام سجده و اینکه سجده بر بالای کدام اعضا باید شود، وقتی که انسان سجده میکنه کدام عضوی از اعضای جسم انسان باید به او سجده بکنه، و همچنین در وقت سجده رفتن چه آداب و احکام باید مراعات شود، و همچنین حکم جلسه یا نشستن بین دو سجده و دعایی که در بین خوانده می شود. این احکام را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله تعالی در این قسمتی از برنامه خدمت شما تقدیم میکنم. اولا در مورد اعضای سجده که انسان وقتی که به سجده می رود باید کدام عضوی از اعضای از او سجده بکند. در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که اعضای سجده 7 است. وقتی که انسان به سجده می رود باید 7 عضوی از اعضای از او با او سجده کند و او 7 عضو پیشانی و بینی که هر دو یک عضو حساب میشه و در بعضی روایت ها از او تعبیر به وجه شده، و عضو دوم و سوم هر دو دست است، دست راست و دست چپ که در زمین در وقت سجده باید گذاشته شود، و عضو چهارم و پنجم هر دو زانوست، زانوی راست و چپ باید در سجده در زمین گذاشته شود، و عضو ششم و هفتم هر دو پای است که پنجه های پای باید در زمین ایستاد شود و پشت پای باید به طرف قبله بوده باشد. و علما بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است گفتند که گذاشتن این 7 عضو در وقت سجده در زمین واجب است و باید وقتی که انسان سجده میکنه 7 عضوی از اعضای انسان با او سجده کنه، و اگر انسانی سجده کرد دستهای خود را در زمین نگذاشت، مثلا پیش دستینه خود گذاشت، پشت سر خود گذاشت، بدون کدام عذری دستهای خود را نگذاشت، نماز از اون تکمیل است، واجب را ترک کرده. و همچنین اگر شخصی سجده کرد و این اشتباه از بسیاری از نمازگزارها از بعضی از نمازگزارها سر میزند که در وقت سجده کردن پاهای خود را از زمین بالا میکنند، اگر شخصی پاهای خود را از زمین بالا کرد نمازی از اون ناقص است، واجب را ترک کرده، چون گذاشتن هر دو پای در نماز در زمین این از جمله امور واجبی است بنا به قول جمهور علما.
اگرچه بعضی علما قولشان این است که فقط پیشانی واجب است اما دیگر اعضا سنت است، لیکن قول جمهور علما بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است بر این امر تأکید کردن گذاشتن این 7 عضو بر زمین واجب است و اگر یکی از اعضا بدون عذر بر زمین گذاشته نشود این شخص ترک واجب کرده و نمازش ناقص و ناتکمیل است. احادیثی که در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده از جمله حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم او را روایت میکنند از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عباس پسر عموی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حبر امه و دانشمند این امت و کسی که در تفسیر و در تفسیر قرآن کریم به نام مفسر قرآن کریم در عصر صحابه مشهور بودند و این شخصیت بزرگوار روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة و اشار بیده الى انفه والیدین والرکبتین و اطراف القدمین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من امر شدم، یعنی از طرف خدا مأمور هستم، الله متعال من را امر کرده که بر 7 عضو بر بالای بر هر 7 استخوان که مراد از استخوان عضو است بر 7 عضو من سجده کنم. پس از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که امرتو، علما دلیل گرفتن که امر از طرف الله متعال است و این امر که از طرف الله متعال بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شده که مطلب امتی از اوست این برای وجوب است، لذا سجده کردن بر بالای این 7 عضو از اعضای بدن در نماز واجب است. گفتن که علی الجبهه، اولا بر جبهه بر پیشانی باید پیشانی در وقت نماز بر زمین گذاشته شود و اشار بیده الی انف، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با دست مبارک خود به طرف بینی خود اشاره کردند که بینی هم شامل است در پیشانی، به این معنا که پیشانی و بینی هر دو یک عضو حساب می شود. عضو اساسی پیشانی است و بینی تابع از اوست، باید بر هر دو سجده شود. اگر کسی که بر پیشانی سجده کرد بینیش در زمین نخورد نماز از او ناقص نیست، نمازش تکمیل است اگر پیشانی در زمین بخورد، اما افضل و بهتر است که هر دو در زمین گذاشته شود. لیکن بر بالای بینی را گذاشتنش در زمین واجب نیست، اما گذاشتن پیشانی در زمین واجب است و بینی تابع پیشانی است. و در روایت دیگری هم میآید در امام نسائی که رسول اکرم که صحابی که در حدیث روایت میکنه میفرماید و وضع یده علی جبهته و امرها علی انفه و قال هذا واحد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک خود را بر بالای پیشانی خود گذاشتند و او را بر بالای بینی خود کش کردند و گفتند که هر دو عضو یک عضو حساب میشه در سجده. پیشانی و بینی که دو عضو است هر دو حکم یک عضو را دارند. اگر با پیشانی سجده شد و بینی در زمین نخورد نماز ناقص نیست و واجب ادا میشه، اما افضل است که هر دو در زمین گذاشته شود. و این عضو دوم شد، عضو اول و عضو دوم والیدین، هر دو دست، هر دو قف دست باید در بالای زمین گذاشته شود و عضو چهارم و پنجم و رکبتین، هر دو زانوی راست و چپ هر دو باید در بالای زمین گذاشته شود و اینکه اول باید دست گذاشته شود یا زانو، این را هم ان شاء الله ما بیان میکنیم در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و همچنین اطراف القدمین، به اطراف هر دو پای به شکلی که هر دو پای خود را، پنجه های پای خود را در بالای زمین استاد میکند و پشت پاهایش طرف قبله می باشد و اما داخل پایش طرف پشت سر. و گفتیم که این بنا به قول جمهور علما و بنا به این حدیث امر بر وجوب است و سجده کردن بر این 7 عضو واجب است و بعضی از علما قولشان این است که فقط واجب بر پیشانی است اما دیگر اعضا واجب نیست، لیکن این قول مرجوح است. قول راجح و قول جمهور علما این است که سجده کردن بر این 7 عضو واجب و ضروری است. و همچنین از جمله احادیثی که در این مورد وارد شده حدیث دیگری است که امام ابو داود و امام مسلم و امام ترمذی رحمت الله علیهم از عم نبی صلی الله علیه و سلم عباس بن عبد المطلب روایت کردند
که ایشان فرمودند انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، عباس بن عبدالمطلب عموی نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند اذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، وقتی که بنده مسلمان سجده میکند باید همراه از او 7 عضوی از اعضای از او سجده کند. آراب جمع ارب به معنای عضو است، هر 7 عضوی از اعضای از او با همراه از او سجده کند. وجهه و کفیه و رکبتاه و قدماه، اون 7 عضو روی از اوست که گفتن که مراد از رو در اینجا پیشانی و بینی هست، و کفیه و هر دو قف دستی از اوست، و رکبتاه و هر دو زانوی از او، و قدماه و هر دو پای از او. پس اعضای سجده بنا به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 7 عضو است که بیان شد. و آداب دیگری در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باره سجده آمده. از جمله این آداب سجده این است که انسان وقتی که باید سجده میکند دستهای خود را در وقت سجده از چند جای فراخ بگیرد، بالا بگیرد. اولا از زیر بغل، از زیر سینه خود، دستهای خود را در وقت سجده در سینه خود نچسباند، باید از سینه بالا بوده باشد. و دوم در زمین باید دستهای خود را نچسباند، باید از زمین دستهایش بالا بوده باشد. و سوم دستهای خود را در بالای رانهای خود نچسباند، باید دستهایش از ران بالا باشد. پس از جمله آداب سجده این است که وقتی که انسان سجده میکند دستهایش فراخ بالا بوده باشد و فاصله در بین دستهایش و بغلهای سینهش و همچنین فاصله در بین دستهاش و زمین و همچنین فاصله در بین دستها و رانهایش بوده باشد. این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده. از جمله حدیث است که صحابی جلیل قدر ابن بحینه که نامشان عبدالله ابن مالک ابن قش بود و مشهور به ابن بحینه بودند و بحینه نام مادرشان بود، بحینه بنت الحارث بن عبدالمطلب که دختر عموی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشد مادرشان. و از جمله صحابه بود که در ابتدا با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند و ملازم در غزوات با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و از جمله صحابیای زاهد و صائم و قائم بودند و در مدینه منوره در سال 54 و در بعضی روایت ها در سال 58 وفات کردند. این صحابی جلیل قدر روایت میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض وجهه بياض ابطيه. حدیث متفق علیه است. حدیث است که امام بخاری و امام مسلم را از این صحابی جلیل قدر ابن بحینه روایت میکند که ایشان فرمودند کان اذا صلى و سجد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز میخواندند و به سجده میرفتند فرج بین یدیه، در بین دستهایشان فاصله میگذاشتند، دستهای خود را از بغلهای خود و از سینه خود و از ران خود و از زمین فاصله میدادند. حتی یبدو بیاض ابطیه، تا این قدر فاصله میدادند که سفیدی زیر بغل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلوم میشد که در اون وقت غالبا آستینها کلان و فراخ می بود و همچنین کوتاه می بود، یعنی کسی میخواست که ببینه میتونست که سفیدی های زیر بغل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینه. اینقدر فاصله زیادی میگذاشتن در بین دستهایشان و بین سینه و بین زمین و همچنین بین رانه هایشان. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم رحمت الله علیه از ام المؤمنین میمونه، حضرت میمونه رضی الله عنها، میمونه بنت الحارث روایت میکنند که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یجافی بیدیه فلو ان بهیمة ارادت ان تمر مرت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر فاصله در بین دستهای خود میگذاشتند در وقت سجده که اگر یک حیوانی میخواست که از بین دستهایشان تیر شود، تیر شده میتونست. یعنی مبالغه در این است که فاصله زیادی در وقت سجده کردن در بین دستهای خود میگذاشتند و دستهای خود را با رانهای خود یا بر بغل خود یا بر روی زمین افتراش نمیکردند و نمیچسباندند. و همچنین حدیث دیگری هم از امام مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند نهى النبی صلی الله علیه و سلم ان یفترش الرجل ذراعیه افتراش السبع. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این منع کردند که انسان در وقت سجده کردن دستهای خود را مثل حیوانات بر روی زمین فرش بکنه. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
از فرش کردن گذاشتن دستها در وقت سجده بر بالای زمین که کسی که بازوهای خود را بر بالای زمین بگذار، از این کار منع کردن، چون وقتی که حیوانات میخواد که بخوابه بازوهای خود را بر بالای زمین گذاشته میخوابه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند شما همچنان حیوانات نکنید، وقتی که به سجده میرین دستهای خود را از زمین بالا بگذارید. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم از صحابی جلیل القدر برا بن عازب رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک. وقتی که تو سجده میکنی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند به برا بن عازب که وقتی که تو سجده میکنی فضع کفیک، هر دو قف دست خود را بر زمین بگذار، وارفع مرفقیک و بازوهای خود را از زمین بلند کن. پس آداب سجده کردن این است که دستهای انسان از زمین بالا بوده باشد و همچنین با رانهایش و با سینهش بسته نبوده باشد، بلکه فاصله در بین دستها و در بین زمین و همچنین در بین دستها و در بین بغلهای سینه و همچنین در بین دستها و در بین رانها بوده باشد. و در حدیث متفق علیه که از انس بن مالک روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیه انبساط الکلب، که شما در وقت سجده کردن اعتدال را اختیار کنین و در وقت سجده کردن دستهای خود را مانند حیوان، مانند سگ در روی زمین نگذارید. و این امر که حکمش واجب است یا سنت است، نزد جمهور علما این امر سنت است، سنت مؤکد است، واجب نیست. سنت مؤکده این است که به می شکل از آداب سجده سنت مؤکده است که به می شکل انسان سجده کنه، اما واجب نیست، به خاطر از اینکه حدیث دیگری امام ابو داود رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند شکونا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت کردیم و گفتیم که شکونا الى محمد صلی الله علیه و سلم مشقة السجود علیهم اذا تفرجوا. ما به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت کردیم که وقتی ما دستهای خود را دور میگیریم، بلند میگیریم از زمین و از زانوهای خود و در وقت سجده کردن سجده طولانی میشه، برای ما مشقت میشه و نمیتونیم که ما تحمل این کار را بکنیم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که استعینوا بالرکب، شما اگر مشقت برتان پیدا شد شما به زانوهای خود کمک بجویید، به این معنا که دستهای خود را میتونید که در زانوهای خود ببندید و دستهای خود را تا که دستهایتان زیاد مانده و تکلیف نشود. پس بنا به این حدیث و این حدیث را امام داود روایت میکند و در ضمن ترجمه میکند، باب را گفته که الرخصت باب الرخصت فی ترک التفریج، به این معنا که این حکم سنت مؤکد است، واجب نیست. اگر کسی برای روی مشقت یا روی مشکلی که داره دستهای خود را روی زمین میگذارد، روی زانوی خود میگذارد، در نمازش خلل وارد نمیشود، اما سنت مؤکده این است که دستهایش از روی زمین و از بغلهای سینه‌اش و از رانهایش دور بوده باشد. یک میانه برنامه کوتاه میبینیم و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با ادامه این مطلب در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما خواست چیزی بنوشد با یک نفس ننوشد. قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. از جمله آداب سجده، سنت های سجده هم این است که انسان وقتی که سجده میکند باید رانه های خود را به یکدیگر نچسباند
و همچنین شکم خود را با ران نچسباند، یعنی فاصله در بین رانهایش از یکدیگر باید بوده باشد و همچنین فاصله در بین شکم و رانهای از او باید بوده باشد. و این مطلب در حدیثی که او را امام ابو داود رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر ابی حمید روایت میکند. ابی حمید از جمله کسایی است که صفت صلات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صفت نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مفصلا به ما بیان کردن. یکی ابو حمید، یکی برا بن عازب و یکی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. اینها کسانی هستند که طریقه نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در احادیث متعددی مفصلا به ما بیان کردن و علما احادیث از اینها را در بعضی علما مفصلا ذکر کردن و بعضی ها حسب شاهد امو اجزایی که محل شاهد ذکر کردن. امام ابو داود محل شاهدی از این حدیث را ذکر میکنه. در این مورد میگه که ابو حمید رضی الله عنه فرمودن که اذا سجد فرج بین فخذیه غیر حامل بطنه على شیء من فخذیه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که سجده میکردن اولا در بین دوران خود فاصله میگذاشتن، دوران خود را به دیگر نمیچسباندن در وقت سجده کردن، و دوم اینکه شکم خود را بر بالای ران خود نمیچسباندن، در بین شکمشان و در بین رانشان فاصله می بود. و همچنین از جمله آداب و سنت های سجده این است که انسان وقتی که در سجده می رود پنجه های دستش باید با هم دیگر وصل بوده باشد، جدا نباشد. وقتی که به سجده دسته های خود را میگذارد به شکلی بگذارد که پنجه های دستش با هم دیگر وصل بوده باشد. اما به خلاف رکوع، وقتی که در رکوع می رود زانوهای خود را با دسته های خود قایم میگیرد، بین پنجه های دستش فاصله میگذارد. اما در سجده بین پنجه های دست خود فاصله نمیگذارد، بلکه پنجه های دست خود را با هم دیگر وصل میکند. و این مطلب در حدیثی که امام حاکم او را از وائل بن حجر هم گفتیم از جمله صحابه است که صفت صلات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صفت چگونگی نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مفصلا در احادیث متعددی به ما روایت کردند. از جمله این حدیثی که امام حاکم از او روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا رکع فرج بین اصابعه و اذا سجد ضم اصابعه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که رکوع میکردند در بین پنجه های خود فاصله میگذاشتند. وقتی که زانوهای خود را با دسته هایشان محکم میگرفتند در بین پنجه های خود فاصله میگذاشتند. اما وقتی که سجده میکردند دسته های خود را بر زمین میگذاشتند، پنجه های خود را با هم دیگر وصل میکردند و فاصله در بین آنها نمیگذاشتند. و این به خاطر عزیز که تا که پنجه هایش همه متوجه قبله بوده باشد، رو به قبله بوده باشد در وقت سجده کردن. و همچنین از جمله آداب و سنت های سجده این است که انسان وقتی که سجده میکند اول باید دسته های خود را در زمین بگذارد و بعد از او زانوهای خود را، و این قول جمهور علمای احناف و شوافع و حنابله و یک روایت از امام مالک بنا به حدیث وائل بن حجر که او را در صفت صلات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علما اصحاب سنن ابو داود و سنن ترمذی و سنن نسائی و ابن ماجه روایت میکنند که وائل بن حجر رضی الله عنه فرمودند رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که هنگام سجده میکردند دستهای خود را، زانوهای خود را قبل از دستهایشان به زمین میگذاشتند. اول زانوهای خود را میگذاشتند به زمین و بعد از او دستهایشان را. اما وقتی که از سجده بلند میشدند اول دستهای خود را بلند میکردند و بعد از او زانوهای خود را. بنا به این حدیث قول جمهور علما این است که سنت این است که در سجده کردن اول باید زانوهای گذاشته شود و بعد از او دستها. اما روایتی از امام مالک روایت شده که عکسی از را فرمودند، گفتند که نه، در سجده کردن باید اول دستها در زمین گذاشته شود و بعد از او زانوها. نظر به و دلیلشان هم حدیثی است که امام ترمذی و ابو داود و امام نسائی او را از حضرت ابو هریره روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده قبل ركبته. وقتی که یکی از شما سجده میکند مانندی که شتر خواب میکند، مانندی از او باید به سجده نرود، باید دستهایش را قبل از زانوهایش به زمین بگذارد.
اما جمهور علما فرمودن که این حدیث اولا ضعیف است، در سند این حدیث، در متن این حدیث اضطراب است و از حضرت ابو هریره عکس از این هم روایت شده و بعضی از علما گفتن که این حدیث منسوخ است، در ابتدا به می شکل بوده اما پسان نسخ شده. رسول اکرم صلی الله علیه و از این کار منع کردن، گفتن که باید انسان که سجده میکنه اول باید زانوهایش گذاشته شود و بعد از او دستهایش، بنا به حدیثی که امام ابن خزیمه در صحیح خود از صحابی جلیل قدر سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند کنا نضع الیدین قبل الركبتين فامرنا بوضع اليدين قبل الركبتين قبل اليدين. ما در ابتدا وقتی که به سجده می رفتیم دستهایمان را قبل از زانوهایمان به زمین می گذاشتیم و بعد از او امر شدیم که نه، اول باید زانوهای خود را به زمین بگذاریم و بعد از او دستهای خود را. بنابراین حدیث ابو هریره منسوخ است، در ابتدا بوده، اما آنچه که بر او عمل تا آخر روان بوده این است که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و در سجده کردن این بوده که اول زانوهایشان را به زمین میگذاشتن و بعد از او دستهایشان را. و همچنین امام ابن قیم رحمت الله علیه میگه که این حدیث ابو هریره در این قلب یا عکس وارد شده، به این معنی که اصلی حدیث این است که ولی یضع رکبتیه قبل یدیه، اما اشتباهی از یکی از روات شده این را مقلوب کرده، گفته که ولی یضع یدیه قبل رکبتیه، چون در اول حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و میفرمایند که فلا یبرک کما یبرک البعیر، مانند شتر خواب نکنه و خواب کردن شتر این است که اول دستهای خود را میگذاره و بعد از او پاهای خود را، بعد از او زانوهای خود را که زانوهای خود را. و این حدیث دلالت به این میکند که حتی خود همین حدیث ابو هریره دلالت به این میکند که مانند شتر خواب نکنه، به این معنی که اول دستهای خود را نگذارد، باید اول پاهای خود را یا زانوهای خود را به زمین بگذارد و بعد از او دستهای خود را. و از جمله آداب سجده این است که وقتی که انسان از سجده اول بلند میشه، قبل از اینکه به سجده دوم میرود باید یک مقدار بنشیند که اطمینان حاصل بکند که او به نام تعدیل ارکان است و در نزد بعضی از علما این واجب است. تعدیل ارکان نشستن در بین دو سجده و اطمینان و همچنین استاد شدن بعد از رکوع تا که انسان خوب صحیح مطمئن شود. و این اشتباهی است که از بسیاری از نمازگزارها حاصل میشه که وقتی که از سجده اول بلند میشه قبل از اینکه در زمین بنشینه و اطمینان حاصل کنه به سجده دوم میروه و این بنا به قول بعضی علما که این نشستن را واجب گفتن نمازش درست نمیشه و بعضی علما سنت گفتن، باز هم در نمازش نقص و خللی میآید. این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و وارد شده و رسول اکرم صلی الله علیه و به این امر تاکید کردند، همچنانه که در حدیث مسیء الصلاه که ما قبلا چند بار به او اشاره کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و به این شخصی که مسیء الصلاه بود گفت که تو وقتی که از سجده بلند میشی فاطمئن جالسا، خوب صحیح مطمئن بنشین و اطمینان حاصل که و بعد از او به سجده دوم برو. و همچنین امام مسلم از انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و روایت میکند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که از رکوع بلند میشدند سمع الله لمن حمده میگفتند اینقدر استاد میشدند که ما فکر میکردیم که شاید رسول اکرم صلی الله علیه و اشتباه کرده باشند و بعد از او به سجده میرفتند. وقتی که از سجده بلند میشدن اینقدر زیاد می نشستن که ما فکر میکردیم که شاید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشتباه کرده باشند تا که به سجده دوم میرفتن. بنا به این احادیث که تاکید در این احادیث آمده، بعضی علما گفتن که نشستن در بین دو سجده که تا که انسان اطمینان حاصل کنه این واجب است و بنا به قول بعضی علما سنت است. به هر حال در احادیث متعددی تاکید آمده باید این جلسه و این نشستن از آداب سجده است که بین دو سجده باید انسان بنشینه و اطمینان حاصل کنه. و ادعیه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در این مورد وارد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعاها را میخواندند و به امت خود تعلیم میدادند. از جمله حدیثی که اصحاب سنن اربعه از ابن عباس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول بین السجدتین، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین دو سجده این دعا را میخواندند که اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وعافینی وارزقنی.
پس دعایی که در بین سجده خوانده میشه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است و از جمله سنت های نماز است. این است که این دعا را انسان بخونه: اللهم اغفر لی، ای بار الها من را ببخش، وارحمنی و بر من رحم بکن، واهدینی و من را هدایت بده، و عافینی و من را عافیت را نصیب من بگردان، وارزقنی و من را روزی حلال بده. و همچنین حدیث دیگری امام نسائی از حضرت حذیفه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین دو سجده میگفتن که رب اغفر لی، رب اغفر لی. پس اگر کسی که تنها رب اغفر لی میگوید و یا اینکه این دعا را میخواند که اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی وعافینی وارزقنی، سنت را به جا آورده و سجده را با تمام آداب و احکامش به جا آورده. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد و تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله در قسمت آینده هم ادامه این مطلب را در روشنه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم میکنم و تا او وقت الله حافظ و نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.